چشم ترام ببرده. حالتون خوب انشالله سلامتین. شما یه جمله گفتین که چند میلیون نفر رفتن تو اینترنت سرچ کنن بگن معنی سترکه چیه. حالا خودتون میگین معنی سترکه چیه؟ وقتی که مثلا برای چشم و نظر میخواستن اسفند بریزن رو آتیش میگفتن این سترکه اینا سه تا ترک داره. بعد میگفتن اسفند و اسفندونه، اسفند 33 دونه، اسفند خودش میدونه قیمه خوشو بیگونه، یعنی هر که چشم زده سل علا سترکه چشم حسود بترکه. خب چی شد شما به جای حسود گفتین ترام؟ ازدیت تراس عصبانی شد. نه همه میگن که این جمله رو شما اومدین بگین که بعدش میخواین مثلا نه من پامو که از خونه اشتم بیرون گفتم برای رضای خدا این کارو میکنم، برای بچه که به خاطر اینکه بعضی ها توی فضای مجازی ایشون رو به سخره گرفتن یه مقدار حالش نامساعد بود، چند روزی از خونه بیرون نیومده که نهادهایی که بودجه های میلیاردی میگیرن اگه میخواستن یه همچین شعاری رو تو جامعه جا بندازن نمیتونستن. هر اون کسی هم که مسخره کرده باشه آخرش اینه که گفته چشم ترام